پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا راپورتا خویا سیاسی یا مها حزیران بلاف کریه. تیدا آماجه به پیشهاتین داویین سیاسی ده درباره سوریه ده و هلوست ناودولتی بهرگولی کریه. در راپورتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ده هاتیه که دیار بریارین جوینا سودچی ده درباره درستکرنا کمیتا دستوری جعالی هزین ناودولتی و بهتر دنگ ودان آنیه و آمادکاری جیرته کرن و او یک ده دیار کرن که بریار و خواستا روسی ده هفکیشه سوری ده بهتر زاله لسر پروژه و نرینین هزین دنی ناودولتی و او یک ده دیار کرن ده ماکو ولات روسیا دست رژیم اسد و میلیسین ایرانی لدورین باشور سوریه لپارزگاه درعای سربست بردایه که بویه که خواستا روسی و پروژه آوه به بیدنگی هزین ناودولتی لسوریه تی بجی کرن. لسر لوو تفگر و هلوستا امریکا ده سوریه ده به تایبتی لکردستان سوریه راپورتا سیاسی پدکسی شروع که و دبیجه ولات امریکا به همی هولین خواه دخوازه میلیسین ایرانی جه سوریه ورن بکشاندن و تی پیش بینی کرن که ولات امریکا هبون خواه لشکری لسر خاکی به تایبتی لروجهالات چمی فراتی به هستر بکه و اگر هیا که روبروبونا میلیسین ایرانی یا لشکری جی بکه اگر پیوست بو و او یک دیار دبه دما که امریکا بنگهین خواهین لشکری لروجهالات چمی فراتی بهتر و بهستر دکه. ده درباره روشا ایرانی ده در راپورتا سیاسی ده هاتیه که ولات ایران تو گهدانه لفشار نافخوایی و ینج در و ناده. جعالی نافخوایی و ایران دبن فشار اپوزیسیون ایرانی و ناکوکین لشکری و سیاسی ده و لسر آست دروژی اپوزیسیون ایرانی تی پشتوانی کرن و کو تی دیار کرن که لحوهاتنک نافدولتی جبو آرمانش کرن هبون ایران لدور ده هیا. راپورتا سیاسی پدکسی لسر روش و هولین حکومت ترکی ده آخو و دبیجه که ولات ترکی مجول بریک خستنا روش خواه نافخوایی به تایبتی پشتی هولین کوداتای لشکری و هلبجارتنین ویداوی ین برلمانی و سروکاتیا ترکیه ده همان دمیده ترکیه دخوازه که بمینه هف پیمان لگل ولات امریکا و یکیتیا اروپا ده هفدم پیوندی آوی لگل روسی و ایران و بردوامی شر پککی و سیاست ترکیه یا پاش روش به. لسر روشا عراق و هرما کردستان راپورتا پدکسی دیار دکه که حکومت عراق مجوله به سرراست کرنا انجام هلبجارتنین برلمانی و جوین حکومت عراق لگل آلین سیاسی بردوامه. هرما کردستان جی دروشا به حس کرنا پیوندی انخواه لگل ولات جیهان به تایبتی ولات امریکا و ولات یکیتیا اروپای وکو تیدیار کرن که ولات امریکا جی تایبتمندی اکی ده هرما کردستان و هزین پیشمرگه که دخوازن هزین پیشمرگه وکو هزکه بسر هف پیمانا نافدولتی و بمینه تا 20 سالین به ده هفدمه آواکرنا مزنترین قنصلخانه امریکی لهرما کردستانه. لکردستان سوریه جی پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده داخوازا لدارخستنا کنگرین نتوی دکه ده هفدمه گرتن و رواندنا اندام و آلیگرین انجمنان اجتماعی کرد لسوریه گوبویه که دخوازه نسرکفتنا خویا سیاسی لسوریه ده وشیره و ولاتین کرد به سلوگان و دروشمین مزن بخاپینه نخاسم پشتی نسرکفتنا وان ده افرینا کردستان سوریه ده. راپورتا پدکسی لسر روش و چالاکین انجمنان اجتماعی کرد لسوریه راوستایه و دیار دکه که انجمنان اجتماعی کرد لسوریه بشیوه کی اکتیو بجداری ده جوین نافدولتی ده دکه و گاوین باش لسر آست نافدولتی جبو کردین کردستان سوریه بدست خواه آنیه. انا کسی کاریه نونرین خواه ده هف پیمانان اجتماعی اپوزیسیون سوری ده اکتیو بکه. ده هفدمه بجداربونا انا کسی وکو لاشک اثر بخواه ده دسته بلند یا دانستاندکارا سوری ده همان دمه ده نونرین انا کسی وید کمیتا دستوری ده جی هبه لسر آست پیوندی نافدولتی کمیتا پیوندی در و یا انا کسی سروکاتیا سروک انا کسی پیوندی بهز درست کرنه. جبرویه که پارتیا دموکراتا کردستان سوریا در راپورتا خود داخواز جهمی هزین سیاسیین کردی دکه که پشتوانی انجمنان اجتماعی کرد لی سوریه بکه بمبستا یکبونا هلویستا کردی جبو آواکرنا سوریا یک دموکراتی فدرالی تیده مافه همی پیکاتین سوری پاراستی به.